پلیس ولایت مسکو از بازداشت 4 شهروند تاجیکستان با اتهام کشتار 2 تاجیک دیگر در جریان زنازنی شب 31 ایول سال 2023 در شهر چیخوف خبر داد. اسم بازداشت شده و نشر نشده است، ولی پلیس گفت که آنها همه جوان بوده، از 24 تا 30 سال سن دارند. در ویدیویی که در اینترنت نشر شد، این 4 دستگیر شده به زبان شکسته روسی بیانات می‌دهند که آنها را در رابطه با زنازنی خونین در شهر چیخوف بازداشت کردند. شب 31 ایول در یک قهوه‌خانه در مرکز سودای کرنوال در کوچه زمسک شهر چیخوف ولایت مسکو 2 جوان تاجیک کشته شدند. همه اشتراکچیان زنازنی که تقریبا 10 نفر برشمرده شدند از تاجیکستان بودند. بنا به اطلاع دریافتی، آن شب مناقشه بین زادگان ولایت ختلان و نویه فیض‌آباد صورت گرفته. هر دو کشته شده از نویه فیض‌آباد بوده است. دلیر تقویف 28 سال داشت و از دهه فتوآباد و دلیر یوسف 31 ساله از دهه مومن آباد نویه فیض‌آباد بودند. بنا به اطلاع رادیو آزادی قرار بود جنازه های هر دو جوان کشته شده را روز 3 اوگوست برای دفن به تاجیکستان بیارند. درباره شخصیت دستگیر شدگان معلومات زیادی در دست نیست. برادر یکی از گمانبران در قتل 2 مهاجر به رادیو آزادی حادثه را تصدیق کرده است، ولی گفته است بعد حادثه دیگر از برادرش خبر ندارد چون تلفنش خاموش است. وقتی این حادثه شد به من زنگ زد و گفت اکا یک گناه کردم، مرا میبخشی. دیگر چیزی نگفت و تلفنش خاموش است. اونجا چه گذشته است خبر ندارم، زیرا من در شهر دیگر هستم و وی از من دورتر زندگی میکند، گفت است. تو طور قبلا خبر دادیم شب 31 ایول به 1 اوگوست سال 2023 در یک زنازنه گروهی بین مهاجران در شهر چیخوف ولایت مسکو 2 نفر کشته شدند. روز 1 اوگوست سال 2023 سرایست تفتیشات ولایت مسکو خبر زنازنه خونین و کشته شدن 2 نفر را در شهر چیخوف تصدیق کرد و خبر داد که شعبه تفتیشاتی این شهر در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 105 قسم 2 بندهای آ و ژ با اتهام کشتار 2 نفر پرونده جنایتی گشوده است. سبب مناقشه خونین بین مهاجران که با مرگ 2 نفر انجامید هنوز معلوم نیست. سفارت تاجیکستان در مسکو تا حال خبرها درباره مناقشه مرگبار با اشتراک مهاجران تاجیک در شهر چیخوف شرح نداده است.